مراقبه و محاسبه. هر شب محاسبه نفس میکردن، بلکه در روز چه بسا چندین بار محاسبه میکردن، محاسبه خودشون میکردن. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. امیرالمومنین میفرمایند به حساب نفس خودتون برسین قبل از اینکه به حساب نفس شما برسن. شما زودتر به حساب نفس خود برس. این پرونده خودتون رو خودتون ملاحظه بکنین، ببینید چیکار کردین امروز، این در این ماه چیکار کردین، در این سالی که گذشت چیکار کردین، چقدر جلو رفتین، چقدر به خدا نزدیک شدین. ثمرش چی میشه؟ ثمرش این میشه که اگر من ببینم که کوتاهی شده، که حتما کوتاهی شده و حق پروردگار ادا نشده، اگر این معنا رو ببینم حواس خود رو بیشتر جمع میکنم، مراقبه خود رو قوی‌تر میکنم، از عمرم بیشتر استفاده میکنم. دیگه صحبت هام، حرفایی که میزنم همه رو حسابه، یک واو خلاف نمیگم. کارهایی که انجام میدم همه رو حسابه. چیزی که موجب رضای پروردگار نیست انجام نمیدم، حرفی که موجب رضای خدا نیست نمیگم. در خلوت و جلوت با او هستم. این ثمره محاسبه نفسه که من پرونده عمل خودم رو دستم گرفتم قبل از اینکه ملائکه به دست من بدن، خودم بررسیش دارم میکنم. حاسبوا انفسکم، امیرالمومنین میفرماید از قرار و درر فرمایشات حضرت، قبل ان تحاسبوا و وازنوها قبل ان توازنوا. اینو وزنش بکنی، بسنجین اعمال خودتون رو بسنجین قبل از اینکه شما رو وزن بکنن. همونطوری که جسم انسان موزونه، وزن میکنید شما 60 کیلو هستید، 70 کیلو کم بیشتر، نفس انسان هم موزونه، وزن میکنن آقا نفس انسانو. منتها با این عرض کنم میزان ها نیست، میزان نفس چیز دیگره. وزن کنی نفس خود قبل از اینکه شما رو وزن بکنن، بسنجن. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. در اون هنگام وزن در عالم قیامت وزن حقه. هر کی وزنش بیشتر باشه، ثقیل‌تر باشه، او تنعمش در اون عالم بیشتره، خوشنودی او در تنعم بیشتره. فهو فی عیشة راضیه. و من خفت موازینه فامه هاویه و ما ادراک ما هی نار حامیه. اون که خفیف الوزنه، کفار خفیف الوزنه، اینا وزن ندارن، یعنی جان ندارن، مردن. خفیف الوزنه. شهادتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. 2 شهادته که اینا بر زبان خفیفه اما در میزان عمل سنگینه. شهادت به ربوبیت پروردگار و شهادت به رسالت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.